امسال که سال جوانان است میخواهیم که عین زمان نوبت رو به همکارمون سید احمد امین بدهیم تا با یکی از اویله های جوان و همزمان خیلی جوانان فعال جامعه هستند هم صحبت شود و این جوانان البته نمونه عبرت هستند، نفرانی که در این برنامه اشتراک دارند. خب مرحمت سید احمد. این شام پر از فرح رو، این شام پر از شادی رو برایتان شادباش میگویم. دوستان عزیزمند، این لحظه ما صحبت داریم با یکی از اویله های نوبنیاد الهام صبراللهیف و شهنازه شریفова. خوب بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم. شما که اویله نوبنیاد هستید، اویله جوان هستید، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی رو چگونه قبول نمودید و نتیجهش رو چگونه در زندگی خیش احساس کردید؟ مرحمت. قانون تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم های ملی این کفالت زندگی شایسته هر یک می باشد، زیرا هر یک شخصی که در دایره این قانون عملی می کند می تواند در زندگی به خطاگی ها راه ندهد. وقتی که هر یک شخصی که اویله برپا می کند و در با قرض و با مبلغ زیاد مثلا توی میکند، خراجات بیهوده میکند، ما به این خطاگی ها یعنی که راه ندادیم. یعنی شما خواستید که از روز اول تا به مثلا به آخر یعنی در دایره تنظیم و عنعنه ما زندگی یعنی در دایره قانون زندگی بله. خود رو پیش برید. تشکر زیاد. خوب، سوال با الهام صبراللهیف، یعنی صاحب معرفت بودن زن در اویله برای سربلندی مرد یعنی چی تاثیر میرساند؟ هر یک جوانی امروزه میخواهد که اویله صاحب معرفت داشته باشد و اویله خوب داشته باشد و من آرزو داشتم که همین اویله با معرفت باشد، سوادناک باشد، سوادش نقد باشد و همیشه حرمت عزت کند، مثلا هم شوهر رو هم خاندان رو. صاحب معرفت بودن زن مثلا در زندگی تنها برای مرد منفعت دارد یا مثلا برای دیگر پهلوهای زندگی منفعت دارد؟ صاحب معرفت بودن زن هم با مرد، هم با خانه، هم با جامعه، یعنی که وابستگی کلان، یعنی میتواند که اویله سالم برپا نماید، یعنی که اویله سالم برپا بیارد، همش وابستگی از زن. خوب الهام جان، میخواستم بفهمم که مثلا در زندگی مثلا هر روز زندگی مثلا پستی و بلندی ها دارد، شیرینی و تلخی ها دارد. البته از روز دوشنبه تا روز مثلا 5-6 روز هفته در کار هستید. مثلا روزهای استراحتی شما یعنی کارهای خانه رو چگونه تنظیم میکنید؟ روزهای استراحتی ما همیشه همدیگر فهمی میکنیم، در خانه همدیگر رو با کارهای خانه یاردم میتیم، یکم چی در کار باشد، یکم کاری خانه، یکم کارهای وزبین باشد، من یاردم میتیم. الهام خیلی که گفتن درست گفتن. این کس به من در روزهای استراحتی یعنی روزهایی که مثلا با یگان وقتی اوقات پختم به من یگان چی در کار می شود، من خواهش میکنم مالش گفتم میرم، چیزی که من بگویم رفته تامین میکنن. وقتی که یگان چی در کار باشد به من میدی، میگویم البته، گفته مثلا به من یاردم میکنن روزای استراحتی در خانه. بهترین است این که در زندگی هر یک شخص یک دیگر فهمی باشد. داریم بله. البته بینندگان عزیز و گرامی، طوری که بزرگان ما میگویند پرکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق خیزد. البته بگذار پیروزی در خاندان هر یک ما و شما باشد. Cha, them see we, say them a holla. Coming on the place and now we them a follow. Cha. دیده از دیدنی تو گشت خمار، الا گشت خمار، دلم از دوری تو خسته بزار، الا خسته بزار. وعده دادی که میایی
پیشم میایی پیشم وعده داده که میایی پیشم میایی پیشم گر نه آیی با تو قهری میشم با قهری میشم هی 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 دل ریشم دل 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 خسته پریشم هی 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 دل ریشم دل 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 خسته پریشم به تو من خسته و زارم چی کنم به تو من دل بیقرارم چی کنم به تو من خسته و زارم چی کنم به تو من دل بیقرارم چی کنم درد عشقت به دلم خانه کده تا سحر شب زنده دارم چی کنم درد عشقت به دلم خانه کده تا سحر شب زنده دارم چی کنم هی 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 دل ریشم دل 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 خسته پریشم هی 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 دل ریشم دل 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 خسته پریشم گر بیایی و بگیری دستم قسم است که انتظارت هستم گر بیایی و بگیری دستم قسم است که انتظارت هستم لبی دریا شویم دست و به دست با تو من تا به قیامت هستم لبی دریا شویم دست و به دست با تو من تا به قیامت هستم هی 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 دل ریشم دل 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 خسته پریشم هی 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 دل ریشم دل 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 خسته پریشم مبارک باشد به همه جوانان سال جوانان. فریده البته من صنعت شناس نیستم ولی به نظر می نماید که خیلی هم مصوره زیبا شده است. البته این مصوره خیلی و خیلی هم زیبا است چون که این مصوره یکی از مصوره های بهترین این به فکری من است. بسیار خوب تصویر کردی. خوب زیرا اینجا می بینیم که استورخانه ملی تاجیکستان و این شرشره زیبا و درختان این باغ تصویر یافتند. خب البته در یک مدت کوتاه تصویر نمودن چنین مصوره این خود یک هنرمندی است. بگذار قهرمانی گفتی تو باشد. این مصوره یک لوحه‌ای که در مدت 20-30 دقیقه آفریده می شود به همین طریق آفریده می شود. در اینجا من استورخانه ملی تاجیکستان را آفریدم. در بالای اون نشانی که همه وقت گران می استد هوای آفریدم و شرشره‌ای که زیبایی که در باغ پرچم نمایان است اون را آفریدم و شلوغی که در آب در روشنایی هایی که در باغ پرچم هستند در شلوغی در آب نشان دادم. اینجا شوق و شور بود، موسیقی بود. خب برای شما خلل نرسوند؟ من میدیدم که شما همزمان کار میکردید در اینجا ثبت موسیقی بود. نه باید با الهام بخشید با بسیارتر مخصوص شدی بله خوبتر شد با فکر من. بله میدونی فریده من احساس کردم که علیشیر یک جوانی وطن دوست است و میسازد که همین گونه منظره های زیبای دیارمون رو هر روز تصویر نمایند جوانان، زیرا
این سال جوانان است. بله خوب، این مصوره رو میسازد که در مزایده پیشنهاد نماییم، همین طور نه؟ بله بله. شما پیشنهاد نمودنی نیستید؟ این مصوره با کل جوانان تاجیکستان همچون تحفه. این سال جوانان است، بیشتر بیاید با آثارخانه ملی و از اصل و نژاد خویش بیشتر آگاه باشید. این مصوره شما رو بینم باز هم بیشتر میآیند به همین آثارخانه ملی، من باوری دارم. بینندگان عزیز، ادامه برنامه بزم جوانی است و حالا ما صحبت داریم با یکی اختراعکاران جوان، امام‌الدین محمدامینов، دانشجوی بخش چهارم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان. قبلا شما رو خوش آمدید میگوییم به برنامه بزم جوانی و قبلا میخواستم بگویید که تا جایی میدونیم دستاورد شما حمایه سه‌زندگی جریانی ماکسیمالی است. بله و بله. میخواستیم بدونیم که مقصد از آفریدن چنین یک دستاورد چی بود؟ مقصد از آفریدن چنین یک دستاورد در آن بود که ما طولی 4 سال است که در دانشگاه تکنیکی تحصیل میکنیم. ما دستگاه آزمایشی را ساخته به استفاده دادیم که در کافه نیروگاه الکتریکی دانشجویان ما از همین دستگاه ساخته ما ثمرناک استفاده برند. ما در این دستگاه ساخته همون بنقشه گرفتیم حمایه خط انتقالی برق رو. خب دستگاه ما عبارت از 2 قطعه بود که ما از 2 زینه عبارت بود. ما این دستگاه رو ساختیم که چگونه خط انتقال برق رو حمایه کنیم از رسش کوتاهایی که امروز ها میشوند. این دستگاه ساخته ما رو در جمهوری تاجیکستان پورا مورد استفاده قرار میدهند. خوب میگفتید که این دستاورد شما چی برتریت ها رو در خود نهان داشته است؟ دستگاه ساخته ما از دیگر دستگاه ها در آن است که در همون کافه ما همه دستگاه ها زیادتر از دولت های خارجی به ما دسترس شدند که ما در آنها کارهای آزمایشی میگذرانیم. ما تصمیم گرفتیم که با دست خودمون یک دستگاه رو سازیم که دانشجویان ما زیادتر از دستگاه ساخته ما استفاده برند. این دستگاه ساخته ما در حجم کلانتر نسبت دستگاه هایی که از خارجه به ما وارد شدن کلانتر ساخته ایم که در این 2 کاری آزمایشی گذرانده می شود. یکی باشد کاری آزمایشی بروش جریان و دیگر باشد حمایه سه‌زندگی جریانی رسش کوتاه. بگویید که بناوران یا جوانانی که قدم های نخستین خود را در جاده اختراعکاری میگذارند چی مصلحت ها دادنید؟ نوآورانی که در جاده نوآوری کوشش میکنند قدم های اولین را میگذارند که نوآوری بکنند. این سال که سال جوانان است، سال 2017 همه جوانان اختراع های نمایند که در حدود جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن استفاده شوند. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم به شو برنامه بزم جوانی. بار دیگر سال جوانی رو به کل جوانان تاجیکستان مبارکباد میگوییم و هنرمندان آمده ایستادند و بزم ما خیلی هم زیبا و گوارا خواهد بود. و اینک همصحبت ما هستند ظفر عبدالعلیمov و با دخترچه‌شون امیره جان. خب شما رو خوش آمدید میگوییم به بزم جوانی. در سال جوانان چه تمنیات دارید؟ جوانان البته آینده ملت است، آینده دولت است. برای همین با جوانان تمنیات من آن است که چقدر توانند نام دولت، نام ملت، نام پدر و مادر خود، نام تاجیک بلند بردارند. زمینی پاکی از دان، خاک سبزی روزگاران، آسمانی پرزی باران، سبز از هارا. آفتابت مهری رخشان، ماهتابت ماهی تابان، رودهایت چی خروشان،
چشم ساران تاجیکستان تاجیکستان ای کشوری مهر و محبت تاجیکستان ای بزرگ ای بی‌نهایت تاجیکستان غزل و شعر و حکایت تاجیکستان ای وطن جانم فدایت تاجیکستان 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 مردمان آسمانی دشت‌هایت ارغوانی باغ‌هایت سایبانی جاویدانی معبد عشق و نیایش لایقی فخر و ستایش مهد علم اقلیمی دانش صلح و سازش تاجیکستان تاجیکستان ای کشوری مهر و محبت تاجیکستان ای بزرگ ای بی‌نهایت تاجیکستان غزل و شعر و حکایت تاجیکستان ای وطن جانم فدایت تاجیکستان ای کشوری مهر و محبت تاجیکستان ای بزرگ ای بی‌نهایت تاجیکستان غزل و شعر و حکایت تاجیکستان ای وطن جانم فدایت سال جوانان به همه شما مبارک باشد هموطنان عزیز. بگذار همیشه همه خوشبخت سربلند خانه آباد باشیم. بیننده‌های عزیز و گرامی، این حال ما صحبت داریم با یکی از جوانان سعادتمند کشور عزیزمون هلال‌بانو شکورова. شما رو به برنامه بزم جوانی خوش آمدید میگیم. ما جوانان نسل نورس پایه حفظ وطن، ای خدا گلپوش گردان این وطن را چون چمن. باعث خوشنودی و سرفرازی ما جوانان است که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2017 سال جوانان اعلان گردید و مسئولیت ما جوانان را باز هم بیشتر نمود. من امروز افتخار میکنم و همچون یک جوان فعال تاجیک با دل پر گفته میتوانم که جوان تاجیک را امروز فریفتن نشاید، زیرا جوان تاجیک امروز سازنده و بنیادکار، خودشناس و خودآگاه می باشد. زیرا امروز جوانان تاجیک که زاده استقلالیت هستند درس اساسگزار صلح و وحدت ملی را آموختند و همیشه پیرو آن می باشند. ما واقعا هم نسل خوشبختیم که امروز فضای تاجیکستان عزیز ما، تاجیکستان جان ما اینقدر آسوده است که ما آزادانه می توانیم سیر و گشت نماییم و این همه شرایط ها برای ما مهیا آورده شده است از جانب پیشوای ملت. شما همچون یک جوان فعال کشور با دیگر جوان ها چی توصیه می‌دهید؟ ما باید پیش از همه قوی باشیم، استوار باشیم، همیشه باید با هم دوست و اتفاق باشیم، زیرا که پیشوای ملت هم در هر یک برآمدش میگوید که
انا همین دوستی اتفاق بودن ما یعنی که ما رو هیچگاه هیچ کس شکسته نمیتواند. وقتی که ما پریشان باشیم شکستن ما بسیار هم آسان است. از این همین سبب گفتنی هم که ما باید سرجم باشیم، متحد باشیم و انا همین متحدی ما نمیتواند که دشمن به ما فشار آورد و باید دشمن امروز از جوان تاجیک در هراس باشد و بگوید که جوان تاجیک را فریفتن نشاید. ما باید همیشه برای آبادی وطن عزیزمون سهم گذاریم، تلاش نماییم، چون که آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان پیش از همه از ما جوانان وابستگی دارد. تشکر زیاد. بار دیگر شما رو به شو برنامه بزم جوانی خوش آمدید میگیم. زیتو دنیای من پرنور باشد، زیتو دل در برم مسرور باشد، تو خورشید منی در زندگانی، جوانی ای جوانی ای جوانی. صد شکری وطن که پرفیشان پرچمی ماست، بالای وطن که دلفیشان پرچمی ماست. صد شکری وطن که پرفیشان پرچمی ماست، بالای وطن که دلفیشان پرچمی ماست. اندر کفیا هنینی کاوه این روز، چون رمزی ادا لطیکه یا پرچمی ماست. اندر کفیا هنینی کاوه این روز، چون رمزی ادا لطیکه یا پرچمی ماست. ای پرچمی وقتی میلتم بال بیزن، رمزی خوشی تخت تو قسمتم بال بیزن. امروز کی کلی عالمت زیری پرست، در عرشی بلند دی دولتم بال بیزن. امروز کی لی عالمت زیری پرست، در عرشی بلند لی دولتم بال بیزن. دوستان شیرین تر از جان وطن است، بر سینه ما قوت و درمان وطن است. نیز فردی که او دوست ندارد وطنش، بر زاده خود چون بخت خندان وطن است. در دیده خود تو را مکان خواهم داد، چون جانی خود است بلا امان خواهم داد. یا جلوه زند همه کنم روی فلک، یا در تای پا یای تو جان خواهم داد. یا جلوه زند همه کنم روی فلک، یا در تای پا یای تو جان خواهم داد. صد شکری وطن که پرفیشان پرچمی ماست، بالای وطن که دلفیشان پرچمی ماست. صد شکری وطن که پرفیشان پرچمی ماست، بالای وطن که دلفیشان پرچمی ماست. اندر کفیا هنینی کاوه این روز،
جوانان سعادتمند تاجیکستان عزیز می‌سازد که از هر وقته از هر سال بیشتر امسال فعالتر باشیم، زیرا امسال سال جوانان است. واقعا این همه شکوفایی، این همه زیبایی، این همه وطن بهشت آسا برای شما است. باوری داریم که برنامه پسند خاطر شما گردید جوانان عزیز وطن، زیرا همه کوشش و تلاش های ما برای بالیدن روحی و فراغت شماست. واقعا هم سال جوانان برای جوانان یک فال نیک است، یک سال نیک است که جوانان در همه ساحه ها قدم های خود را میگذارند. در فرجام به همه شما خانه آباد، تنی صحت، سری بلند را تمنا داریم. آسوده دل وطن مبارک باشد، بشکفته گل چمن مبارک باشد. ده مژده که ایام جوانی آمد، سرجمی انجمن مبارک باشد. جوانی 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 در هر مکان و هر زمان و در زندگانی، جوانی 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 صاحب این روز و فردا و تو جاویدانی، جوانی گشت چرخ دوران در چنگ عشق و ارمان، چون قطره های باران زیبایی ای جوانی، با دوستانی جانی با عشق جاویدانی، بر قصد به نشانی پیدای ای جوانی، جوانی 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 در هر زمان و هر مکان و در زندگانی، جوانی 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 صاحب این روز و فردا تو جاویدانی، جوانی 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 در هر مکان و هر زمان و در زندگانی، جوانی 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 صاحب